دوستانی که ماشین دارید و جعبه فرمون برقی داره، حتما هر 30,000 کیلومتر باید گریسکاری کنید. اینجا یه پیچی داره، این زیر، الان بهتون نشون میدم. اینجا الان باز میکنم بهتون نشون میدم که چجوری میتونید گریسکاری کنید. اگه خودتون نمیتونید حتما جای تخصصی باید ببرید، ولی حتما هر 30,000 کیلومتر انجام بدید. اینا ابزار مخصوصشه و این هم کیت مخصوصشه. این همون پیچیه که گفتم باید باز بشه و این فنر و سوپاپی که داره، این درپوش برای گریسکاری. باز میکنم الان دوباره بهتون نشون میدم. این پیچ رو باز کردیم و این پلاستیک رو که یه طرفش سوراخ داره، این بر اشتباه گذاشتم، میذاریم روی اون درپوش پیچ. این گریس مخصوص رو ریختم داخل این سرنگ و از این سوراخ که دقت میکنید تزریق میکنیم داخل تزریق میکنیم داخل جعبه فرمون به همین راحتی. حالا بریم مرحله بعد از این پلاستیک رو در آوردیم، این فنر رو سوپاپ رو این حالت که داخلش گریس دادیم میذاریم داخلش و همین راحتی با این ابزار مخصوص. فقط بستن پیچش خیلی راحت نیست چون جای خیلی کمی داره، یا باید ابزار مخصوص داشته باشی یا حتما باید این دوشینگ رو پیچاشو در بیاری. و نکته آخر، حتما این مقدار چسب روی این پیچ بزنید، این پیچ کوچیک. این هم ابزار مخصوصشه که میذاریم داخل و اینجوری میچرخونیم، این دسته رو میچرخونیم و اون میچرخه، بسته میشه. ببینید چون دیگه مرحله آخر خیلی فیلم گرفتن راحت نیست دیگه، ادامهش رو واقعا نمیتونم براتون بگیرم، ولی اصل موضوع همینی بود که بهتون گفتم. امیدوارم به درد اونایی بخوره که ماشین دارن و جعبه فرمونشون برقیه. حتما اینو هر 30,000 کیلومتر انجام بدید.